بزنین دیگه. وقتی ما بلد باشم بولجان چرا داخله جور که شما رو دعوت نکنم، من اینجا آمدم که بخورم. دلیل دوست عزیز، دلیل مجرد ماندنش همانی است که برای تا حال کس نامده خواستگاری به خاطر از اینکه آشپزی اصل هدف ما اختتام نه اختتام نمیگیرم، یکم قانون ها داریم. چی از منظور من خانه خود میرم. چطور هستی بودن دیگه؟ خدا شکر، خودت خوب هستی؟ صحت خوبه؟ یخی های زمستان و خیلی دیگه چند سال قیق هم نبود. میریم پسانه هم برف آمده کم. یخ کردم. جال داری خوب هستی؟ شکر خوب هستی؟ حالا اینا خوب است؟ همگی جور تیار. چی گفت چه حالا؟ قراری سلامتی ینگه چه خونه نیه؟ ینگه فکر کنم خمیر میکنم. خواه با درود و سلام خدمت همه دوستان عزیز که ما رو ببیننده هستن. امیدوارم در هر گوشه کنار دنیا که هستین همیشه لبخند بلند داشته باشین. دوستان عزیز حتما سوال به ذهنتان خلق شده که مهمان جدید کی است؟ یک مهمان بسیار زیبا مقبول و یک مهمان بسیار ویژه که شاید شما با چهره راحله جان حسینی آشنایت داشته باشین. خودشان هم یکی از یوتیوبرهای بسیار معروف و یک آدم تحصیل کرده و همچنان آدم بسیار فعال که همیشه در هر بخش فعال هستن. نام خدا در هر بخشی از زندگی بسیار موفق هستن و معرفی میکنم راحله جان که گفتم راحله جان حسینی. خودشان یک چینل به نام راحله حسینی داره و همچنان بولیم است، یعنی دختر خاله. خب خوش آمدید میگم بالا جان. گرچند دوست عزیز قدر تعریفاتی که بالا جان کرد نیست دیگه، کامرا وقت عیار کرده. وقتی ما در اولی رو زدیم مشکل نیست. گرچند اول باید برای شما سلام میکردم دیگه. من سلامای گرم و صمیمانه خدا تقدیم تمام شما بیننده های عزیز میکنم. امیدوار هستم جور صحت سلامت باشین، در هر گوشه و کنار جهان هستین، دلهایتان گرم و بلندهای نازنینتان خنده باشن. دوست عزیز من راحله حسینی هستم دیگه. امروز بولیم بسیار بلند زنگ زد، بی خبر از اینکه وقتی ما بیایم کامرا گاه عیار میشه. زنگ زد بیا دیگه. گرچه من زیاد درگیری کارهای یوتیوب و رسانه‌ای خود هستم. خبر دارم دیگه امروز تصمیم گرفتم بیایم خانه زنا دیگه. خدا را شکر که اینا رو جور و صحتمند میبینم در کنار شما. لطف دارن راحله جان، لطف دارن باش ما برم ببینم که خانم کجا هستن که حداقل یک گلاس چای ضرور است که به بالا جانم بیاریم و بعد از چای خودتان میفهمین که ما سر میهمان یگان برنامه داریم. هرچند راحله جان خودش گفته بودن در آشپزی مخصوصا در یک نوع آشپزی که آشک است بسیار مهارت داره. خب او را انشاءالله میبینیم، اما پیش از او ضرور است که آدم به خاطر میهمان یک گلاس چای برم برم که ببینم که خانم کجاست که یک گلاس چای برم باشم. باش ملا جان. دوستای عزیز من اگر بخوایم آشپزی بکنم در خانه من مادر قطعا نمیده. شما هم چینل ما حتما یک سر بزنین دیگه. وقتی ما بلد باشم بولجان چرا داخله جور که شما رو دعوت نکنم، من اینجا آمدم که بخورم. دلیل دوست عزیز، دلیل مجرد ماندنش همانی است که برای تا حال کس نامده خواستگاری به خاطر از اینکه آشپزی میگه یاد نداره. یک خانم باید آشپزی رو میگه. خیلی عادی عقیده هستن که یک خانم باید آشپزی رو یاد داشته باشه. خب بازم انشالله صحبت های ما و شما میگه یار زنده و صحبت باقی. ما برم یک گلاس چای بیارم بچه خانم معذرت چی است برم یک گلاس چای بیارم که دیگه. خب دوست عزیز من انتظار داشتم که شاید خود برام کنم. نه دیگه حالا او قدر هم چی نیست. خیر است چند خانه خودت گفتم میشم بازم من چای میارم. خیر است دوست عزیز. شما باشین ببینیم که بوله جان و بچه خالیم چای میاره. ببینم که من خواهرچه نکام شکموستم میخوایم که هرچی البته بعد از باشه برنامه رو ببینن خندیش بگیرم
میگم میخوام که با چای حدس باشه که بخورم، بادام، چهارمغز، کشمش. برنامه‌های من رو ببینید حتما یک روز براتون این برنامه‌هایی که دل خودم هست بر شما هم تقدیم میکنم. چنل راهله حسینی را حتما یک بار سر بزنید دیگه ببینیم که بنده که چی میاره و این حواسانی که میخوای جور بکنه چی است. و دوستای عزیز پیشا پیش بین ما و شما محرمانه بمانه که من هیچ بلد نیستم، خدایی هیچ کار نکردیم در خانم، هیچ کار بلد نیستم. مادرم همیشه که برام طلا میده دیگه، می تو خر کجا شدی و کجا. خب تانه های مادر دیگه شما میفهمین که از همه پیش مادر طلا میده دیگه. ببینیم که چی میشه. تانه های مادر است دیگه میمانه. بولا بله ایجا از دیگه. سلام. چای از مقصد خوب است جان، بخیر سلامتی. خوب است بخیر باشی، خوب است صحتمندی. بخیر باشی، سلامت باشی. خانواده کلگی خوب بودن؟ مادر جان، سلام زیاد کلگی بخیر باشی. شکر فضل خدا. خوبه که خانه هستی، اگه نه ما کده بولیم دیگه جنگ ما بالا. یه برای میگو چای کن بس میگه میگم چای کن. میبخشید دیگه مادرایت نبرامدن یکم مصروف بودیم. این مصروف بود در آشپزخانه دیگه. نه ما بلک گفتم بخیر که مثل خب هدف سرکل بوله هسته. چی هدف اصل هدف ما اختتام داریم. نه اختتام نمیگیرم. یکم قانون ها داریم. خب یکم قانون ها داریم که سرمیمان دوستای عزیز، خوب است دوستای عزیز. تصوراتی که داشتیم خیال پلاوایی که کچی بازم یکیش نیامد. کدام نه که برنامه ده برنامه نه که تو کدام پلان نگرفته شده. اگر نیست من با بیننده‌های خود یک رمز داشتم و یک چیزی گفته بودیم بین خود، شما باز پسند ببینید. دوستای عزیز مقصد متوجه باشین که یگان گپاره بر علیه من شاید گلا جان بگویه باز چی گفته بودی؟ چی گفته بودی؟ میبینیم چند چاکلی را بود. توقعی من بالا بود. همین گفته من از علی پیش دو سال پیش بینید عزیز کم آوردی؟ مشکل نیست، میگه هر چی که چاکلیت نمانده بود نه میگه هر چی که از دوست آید نیکوست. ما استغفرالله خواهی دوستا خود نه نه بگیم دوست عزیز چاکلیت هسته منظورتر نیست. نه چی گفته بودی؟ خب من دوست عزیز چی پلان گرفته بودی؟ من پلان نگرفته بودم، چندان پلان خاص. دوست عزیز میخواستیم گفتم شاید با بادام و چهارمغز کشمش ناخود میلی تا دعوت کنی. ما خیلی میفهمیشی که موستم دیگه باید در بجای برم بخورم. باید بخوری. دیگه دوست عزیز ناکام برآمد. خالم در خانه میگه که از دست راهیله در خانه نه نخود مانده نه کشمش مانده نه خلاصا میوه خشک نمانده کمی برسه از بیرون از سرکار به میخوره که برسه میخوره. من میره خبر داشتم خالم زنگ زد که اگر کشمش نخودش میوه خشک خلاصه که داره پتکی کی راهیله آمد پتکی کی راهیله آمد. من دیگه میفهمم چرا خود دارم آدم بیرون وقتی وظیفه میره در کار میره. من عادت دارم که در جیب من کشمش نخود و بادام میره در جیبت میبره تو در بایکم دیگه در بایکم نمیتون کدام جیب خاص ساخته دیگه. و عادت دیگه بودم من دوستای صمیمی‌تر که برم چیزی که در قاب من میگیرم دیگه جا. نه چی من فهمیدم که تو میگیری وقت رازی زیاد نوردم. باش که یکان چیزاست که آدم توقع میکنه پیش میخواه دوست عزیز، اما متاسفانه نمیشه دیگه. اینه نمانده که من ایره جزایی میکنم این تو کارا میکنه خاطر بازم ینگه ما باشه دیگه. نه دلش بود که من از این چیزا ناخورده رو آورد برای طرف خانه این بجد. خب من نفهمیدم اگه نمیاردم. من نفهمیدم چه پلان داره چه تصمیم داره. نمیمانده که خالم گفت که کل چیز پودکی که میوه خشک داره پودکی که راهیله آمد. دوست از وقتی مادرم طرفدار اینا باشه یا نه خب یازو اصلی خالی آدم همیشه طرفدار آدم هستی در جاست. خیلی من میخورم. نوشی جان از دلتون خوردید دزور خونه شده از دل مخنه نه از دل ما هستم راحت. چی بگیم دیگه مادر جان دیگه چطور کاربارش تو پیش میره؟ خوب است
میگذره دیگه. مصرف چی کاروبار شده؟ عزیز مصرف بس توضیحات کمک به چینل های دیگه هستم و چینل خودم هست. دیگه مصروف هستم یا کار یک مثال هست میگم من همه کاره بیکار هستم. نتیجه معلوم نیست دیگه می تو پیش میرم دیگه. خب مخصوص مصروف میشه. یا مصروف هستم بیکار دخواه میشه آدم افسردگی میگیره. هم برنامه سر جایش هست؟ هم پلان؟ چی؟ پلان که در بالا کی گرفت؟ چی از منظور من خانه خود میرم. نه راحت میشه خیر فعلا میشه. خب چی از من ترساندید؟ خب خیلی خب یک سپرایز باشه. خب دوستای عزیز این بود از قسمت از ولاک ما که انشالله در ولاک بعدی ما برنامه‌های زیاد داریم همراه رایلا جون و بسیار پلانای نمیشه بگیم پلانشون که خدا نخواسته. بسیار برنامه جالب داریم انشالله ما را بیننده باشین دنبال بکنین که در ولاک بعدی ما همراه رایلا جان ایمان گپا را داریم. خب دوستای عزیز یکی چی پلان داره البته مشون میگم خبر ندارم که چی هست. خدا خیر خدا خیر خبر ندارم که چی هست دیگه. شما با ما باشین دوستای عزیز که این پلان چی هست. اصلا نکه که سرمال باشه این پلان کارهای خانه یا آشپزی بکنم. من خواست کارهای خانه هیچ بوی نبردیم بلد نیستم. دین قسمت چی هستم همراهش یعنی هم نظر هستم بخاطر که هیچی نمیفهم از کار خانه. دیگه شما با ما باشین در برنامه بعدی ما دوستای عزیز که ببینیم که سرمت چه پلان داره از زن و شوهر. دیگه من خود به خوشی یادم که بریم کشمش خود فقط برای خوردن خورم. خب فرصت نمیشه که ما برم داخل راحت بشینیم یک جای. خورم مهمی است که میمان چه یک جای بخورم و متاسفانه چیزایی که گفته بودم نصفش در زور عملی کردم. در برنامه بعدی با ما باشیم تا برنامه دیگه. خدا دوستای عزیز تا برنامه بعدی منتظر باشین. ولاگ بعدی ما رو منتظر باشین که بسیار از ولاگ جالب خواهد بود. تا برنامه بعدی ولاگ بعدی خداوند یار رو نگهدار.